در شبکه‌های اجتماعی کاربران ایرانی به دختر بازداشت شده همراه نشان دادن نوارهای رقصیدنشان را جای می‌دهند. مقامات ایران مایده خوجبری دختری را دستگیر کردند که ویدیوهای رقصیدن خود را در اینستاگرام می‌گذارد و ده‌ها هزار مخلص دارد. تلویزیون دولتی ایران چند پیش ویدیوی مایده را نمایش داد که گویا اعتراف می‌کرد کارش مخالف ارزش‌های اخلاقی بود، ولی هدف نداشت دیگران را به پیروی به خودش تشویق کند. او تخمیناً 18 یا 19 ساله است. حامیان حقوق می‌گویند که اعتراف مایده زیر فشار ثبت شده است. در ویدیوهایی که مایده خوجبری در صفحه‌اش در اینستاگرام گذاشته است، او بدون حجاب می‌رقصد. مقامات ایران گفتند قصد دارند چنین صفحه‌ها را در اینستاگرام ببندند. صحبت داشتم با هومان اسکری، همکارم از بخش فردای رادیو آزادی که قضیه مایده را پیگیری دارد. نخست از او درباره سرنوشت مایده پرسیدم. بله، بر اساس برخی از گزارش‌هایی که شهروند خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند و همچنین بر اساس گفته یکی از نزدیکان مائده خوجبری در گفتگو با صدای آمریکا، دیروز مائده با قید وثیقه، با پرداخت وثیقه آزاد شده و آخرین خبری که ما داریم این هست که دیگر در بازداشت نیست. بازداشت مایده با واکنش شدید کاربران در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. بسیاری ها را به خشم آورده است که او را همچون تهدید به امنیت ارزیابی می‌کنند. سوال نوبتی من از هومان این بود که چرا عکس‌العمل چنین سخت است؟ خب گمانه‌زنی‌های زیادی وجود داره در این باره و بعضیا این رو ماهیت جمهوری اسلامی میدونن که اساساً با شادی مخالفه، اینطور که میگن، یا با زن بودن خیلی‌ها میگن مخالفه، یا اینکه میگن کسی مثل مائده، یه دختر جوانی مثل مائده با اون الگوی زن اسلامی مورد نظر جمهوری اسلامی خیلی تفاوت داره. جوان زیباست، مستقل، درآمد کسب میکنه، جدای از خانواده، شاد، میرقصه، حجاب نداره. اینها تمام اون چیزهایی هست که مخالف گفتمان رسمی جمهوری اسلامی و اون قالب ایدئال جمهوری اسلامی از زن که میدونیم از در 40 سال گذشته چقدر تلاش کردند، میلیون‌ها دلار، میلیاردها دلار خرج کردند که به قول خانم مهناز افخمی که من چندی پیش با ایشون مصاحبه می‌کردم، وزیر پیشین امور زنان، میلیون‌ها دلار فقط صرف این شده که یک روسری، یک حجاب بر سر زن ایرانی باقی بمونه. و در نهایت از هومان پرسیدم که مایده رو چی میتواند انتظار باشد؟ 4 سال زندان و 80 چلاق و به هر حال آزادی. در موارد اینچنینی وقتی که چند سال پیش هم یک کلیپ منتشر شده بود از چند جوان ایرانی که با آهنگ هپی که اون موقع خیلی معروف شده بود رقصیده بودند، اون هم یک همچین اتفاقی افتاد، بازداشت شدن، موجی از واکنش ها رو به دنبال داشت و بعد رها شدن. این اتفاق قبلا افتاده و خب بعد هم رها شدن، مگر موارد خیلی خیلی خاص بوده که حالا اگر حدس من رو میخواید بدونید، من فکر میکنم اگر بخوایم نمونه های قبلی رو ببینیم، بر اساس اونها نظر بدیم، احتمالاً همین که صفحه مائده پاک شده و تعهد احتمالاً داده در حال حاضر به رهایی او میانجامه. خب هومان اسکری بود که با ما صحبت میکرد و شما نیز بیننده عزیز اگر نسبت تقدیر مائده بی تفاوت نیستید، پس میتونید نوارهای رقصیدنتان را به azadi.org بفرستید.